سکانس پایانی قسمت 120 سریال شربت زغال‌اخته یه سوال بزرگ تو ذهن همه به جا میذاره. اتفاقی که زندگی عمر و آذرخش رو زیر و رو میکنه. پس تا آخر ویدیو همراه من دیبا نوروز نژاد باش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. بعد از حرفای مراد همه چیز به هم میریزه و باشاک میره یه چک میزنه تو صورت مراد و فاتح هم باهاش درگیر میشه. اصیل هم میره جداشون میکنه. آذرخش به عمر میگه این همه مراسم میکردی این بود، دیگه جلوی چشمم نباش. همه میرن خونهشون و عمر به باده میگه تو خونه صحبت میکنیم. آذرخش وقتی میرسن توی خونه ناراحتی میکنه بابت اتفاقاتی که افتاده و به چیمن میگه نمیدونی سالکیم چه چیزایی راجع بهت میگفت. چیمن میگه نمیخوام بدونم، من فقط امیر رو دوست دارم و کاری به کار مادرش ندارم. صبح که باشاک از خواب بیدار میشه، فاتح ازش توضیح میخواد و باشاک میگه منم در گذشته یه زندگی داشتم مثل تو که یه زندگی داشتی. قرار نیستش که من چیزی رو بهت توضیح بدم. من کار اشتباهی نکردم. ولی فاتح بهش میگه باید از پدرم عذرخواهی کنی. عبدالله خان از اتفاقات دیشب ناراحته و داره با سالکیم درد دل میکنه. این وسط سالکیم طرف اصیل رو میگیره و میگه نمیدونی که اون دیشب چقدر داشت خودشو به آب و آتیش میزد. عبدالله خان میگه نه، اون به خاطر یه چیز دیگه ای اومده توی شرکت و جریان قدیمی پدر اصیل رو تعریف میکنه و سالکیم باز طرفداری اصیل رو میکنه و میگه ما باید خدا رو در نظر بگیریم. مال این دنیا ارزش نداره، تو مرد مسلمون دلسوزی هستی. نیلای به مادرش زنگ میزنه و سوتاب از اینکه آبدین بهش کم محلی میکنه ناراحت و یکم با هم صحبت میکنن و قرار میشه که برن مغازه‌ای که میخوان رو ببینن. اصیل و آسوده هم سر میز صبحونه دارن گپ میزنن و اصیل میگه من نمیخوام انتقام پدرم رو از طریق نورسما بگیرم. من با کار کردن و موفق شدن انتقام پدرم رو میگیرم ازشون. یه پلتفرم دیجیتال را انداختم و میخوام روی اون کار کنم. سر صبحونه خونه عبدالله خان نیلای از دیشب صحبت میکنه و عبدالله خان بهش میگه تو توی این مسئله چیزی نگو و ساکت باش. وقتی باشاک و فاتح میان پایین، باشاک شروع میکنه به صبحونه خوردن و میگه اول باید یکم سیر بشم بعد حرف بزنم. بعد از عبدالله خان عذرخواهی میکنه که شبشون رو خراب کرده و میگه من مقصر نبودم. توی موقعیتی گیر افتادم. نورسما میگه درسته توی مراسم خصوصی ما این اتفاقات افتاد ولی زندگی خصوصی تو به کسی ربطی نداره. اما شب پسر عمومون خراب شد. وقتی که عذرخواهی میکنی نباید انقدر سختت باشه. باشاک میگه من توی 7 سالگی رشد شخصیتیمو کامل کردم. اگر لازم باشه عذرخواهی میکنم، اگر نباشه نمیکنم. نیلای بحثو به آبروریزی دوم اون شب میکشونه و یکم راجع به عمر و باده صحبت میکنن. موقعی که امیر میخواد بره، مادرش بهش میگه بیا بالا یکم میخوام باهات حرف بزنم. با مقدمه چینی جریان اینکه چیمن با یه مرد متأهل ازدواج کرده بوده و زن دوم شده بوده رو تعریف میکنه و بعدم میگه توی یه کلیپ هم بازی کرده بوده. امیر میگه چیمن همه اینا رو به من گفته. اون مرد گولش زده بوده. اونم یه دختر بچه بوده. مامان دیگه پشت سر چیمن بدگویی نکن چون من بالاخره باهاش ازدواج میکنم. نیلای از عبدالله خان میخواد که باهاش صحبت کنه و میرن توی اتاق کار. بحث کاری که میخواد با مادرش را بندازه رو عنوان میکنه و عبدالله خان اول میگه دخترم تو مگه گشنه‌ای بی سرپناهی برای چی میخوای کار را بندازی؟ ولی وقتی که نیلای اصرار میکنه عبدالله خان قبول میکنه و میگه تو هیچ وقت منو روسیاه نکردی و هر چیزی که بخوای انجام میدم. آذرخش جواب تماسای عمر رو نمیده و براش مینویسه که اگر به زنگ زدن ادامه بدی از همه جا بلاکت میکنم. باده میاد به خونه عمر و یه برگه سونوگرافی میذاره روبروش. در واقع با دوستش برنامه ریزی کرده بودن که از طریق هوش مصنوعی برگه سونوگرافی درست کنن و مشخصات باده رو توش بزنن که یه فرصتی باشه برای ارتباط مجدد عمر و باده. عمر بهش میگه اینو چرا به خودم نگفتی؟ چرا همچین کاریو کردی؟ باده شروع میکنه به گریه کردن و میگه من نمیخواستم اینطوری بهت بگم. همش تقصیر آذرخشه که منو تحقیر کرد و نذاشت دستم من به کمال بخوره و بهم گفت اگر میتونی خودت برو بچه دار شو. منم اولین بارمه که حامله میشم. هیچ وقت فکر نمیکردم که اینطوری به بابای بچم بگم. حتی اگر بخوای میرم میندازمش. عمر میگه نه نمیشه. الان همه خانواده فهمیدن که تو حامله ای. وسایل تو جمع کن و برو خونه خودت بمون یه مدت. بعد از رفتن عمر باده فکر میکنه که بهتره از سالکیم کمک بخواد. سالکیم میره پیش دخترها و یکم راجع به اومدن باده صحبت میکنن و
نیلای میگه من میخوام برم با مادرم مغازه‌ای که میخوایم و اجاره کنیم و ببینیم و سالگیم خوشحال میشه و میگه من از همین الان مشتریتون هستم. باشا که هم میره به دیدن پدرش و اصیل به نورسما زنگ میزنه و نورسما هم وقتی که میبینه راحت نیست میره توی حیاط صحبت کنه. الیف یکم عصبانی میشه و به مادرش میگه ببین زودتر از من رفته داره با اصیل ارتباط برقرار میکنه. ما باید یه کاری بکنیم. سالگین میگه من دارم سعی میکنم که آروم آروم عبدالله خان رو به سمت خودمون بکشم. عمر که از سبیلای شنیده آذرخش بچه رو برده بیمارستان میره اونجا و با آذرخش سر این مسئله که چرا تنهایی بچه رو برداشتی آوردی اینجا بحثشون میشه. یه خانواده‌ای با بچهشون که داره گریه میکنه میان توی بیمارستان و آذرخش یه حس و حال عجیبی نسبت به بچه پیدا میکنه. بعدم به عمر میگه حالا که با سبیلای در ارتباطی اشکالی نداره ولی اون دختره نمیتونه دوباره بیاد بچه منو برداره ببره. طبق روزایی که دادگاه مشخص کرده میتونی بیای بچت رو ببینی. بعدم برو برای بچه جدیدت بابایی کن چون تو قولی که به من داده بودی مردود شدی. الیف با اصرار از مادرش میخواد که یه مقدار از دلمه‌هایی که درست کرده رو بهش بده و دوباره ببره به شرکت و اصیلو ببینه. نیلای و مادرش میرن مغازه هدیه فروشی که میخوان بخرن و میبینن. باشاک میره پیش تونجای و میخواد از دل تونجای در بیاره. ولی تونجای بهش میگه تو رابطت با اون مرد رو از من پنهون کردی. من تو رو اینطوری بزرگ کردم. باشاک میگه من دنبال احساسم رفتم مثل تو و مادرم. ولی شاید حالا اون اشتباه بود. اون وقت نمیتونستم بهت بگم. نمیدونستم چه واکنشی نشون میدی. تونجای میگه ببین تو زندگی تو تشکیل دادی پای زندگیت بمون. اگر میخوای ازت راضی باشم از عمر و آذرخش عذرخواهی کن. به فاتح هم بگو که تو رو ببره پیش آذرخش خانم. منم دارم میرم خونه باغمون یه مدت اونجا باشم که بتونم این غذایا رو هضم کنم. هر روز با هم دیگه صحبت میکنیم. باده میره پیش سالگین و یکم باهاش درد دل میکنه و ازش کمک میخواد. ولی سالگین میگه من نمیتونم در حق آذرخش ناحقی بکنم و اینو زیر پا بذارم. به هر حال اونم روز ختنه سرون بچهش خراب شده. من هنوز عکس ختنه سرون امیر رو نگاه میکنم و کیف میکنم ولی اون نتونست از این شبش لذت ببره. معذرت میخوام توی این قضیه نمیتونم کمکت کنم. باشاک توی مسیر به فاتح زنگ میزنه که اگر شرکت هستی میخوام بیام ببینمت. فاتح هم یکم بهش تیکه میندازه که دوباره ازت عکسای گنده گنده در نیاد. چیمن و امیر با هم دیگه قرار گذاشتن و امیر سر صحبت رو باز میکنه و میرسه به ازدواج چیمن و اینکه توی چه کلیپی بازی کرده. چیمن میگه من به تو نگفته بودم کلیپ بازی کردم ولی آره بازی کردم. انگار که مامانت خیلی خوب رفته تحقیق کرده. امیر میگه آخه تو کدوم مادری رو دیدی که بتونه با دختری که قبلا ازدواج کرده و با یه مرد متأهل زندگی کرده کنار بیاد. خب منم کنجکاو شدم و ازت پرسیدم. چیمن میگه من اشتباه کردم که اون روز قبول کردم که دوباره باهات آشتی بکنم. برو دیگه نمیخوام سر راهم ببینمت. من یه بار گذشتم و برات تعریف کردم و تو هم با ذوق قبولش کردی. الان برو به مادرت بگو که از ده خودتون برات یه دختر بگیره. دیگه هم سر راهم نیا. فاتح میره پیش عموش و یکم با هم درد دل میکنن و باشاکم میاد از عمر عذرخواهی میکنه و میگه باید از آذرخش خانمم عذرخواهی کنم و بهتره که با فاتح برم. عمر میگه آره با هم دیگه برین بهتره. فاتح به خاطر اینکه ازدواج دوم کرده و حالا آذرخش هم مادر دعا هست یکم معذبه ولی مجبور میشه که قبول کنه. امیر سر راه چیمن با ماشین قرار میگیره و داد میزنه که من عاشق این دخترم و براش موزیک میذاره. ولی چیمن تاکسی میگیره و برمیگرده و هر دوشون توی مسیر به آشنایی و ارتباطشون فکر میکنن. الیف برای عبدالله خان غذاها رو آورده ولی توی راهرو اصیل رو میبینه و هول میشه و غذاها از دستش میفته و میریزه. اصیل با اصرار بهش میگه بیا بریم توی اتاق که لباسمون رو تمیز کنیم. الیف تو اتاق ازش میپرسه که با نورسما چه صحبتی داشتین؟ اصیل میگه راجع به هتل کاپادوکیه صحبت میکردیم. الیف میگه خب آره دیگه یه سری تابلو اونجا هست و حالا خارجی‌ها راجع به این تابلوها چی فکر میکنن. اصیل میگه نه نورسما واقعا هنرمند خیلی خوبیه. تو همین احوالات آسوده میاد توی اتاق و از دیدن الیف و اصیل تعجب میکنه. الیف خداحافظی میکنه و آسوده هم وای میسته که ببینه جریان چی بوده. عبدالله خان الیفو توی راهرو میبینه و وقتی که متوجه میشه غذاها ریخته میگه اشکال نداره. من به مامانت نمیگم که غذاها ریخته ولی دفعه دیگه بگو که کارمندا بیارن. لطفاً تو این وضعیت اینترنت با لایک و کامنت حمایت کنین. بعدم میره توی اتاق عمر و یکم با هم درد دل میکنن و وقتی که میفهمه که عمر هنوز عاشق آذرخشه
بهش میگه اون زن تو رو به پلیس لو داد. طلاقم که گرفتین، برای بچه‌تون همدیگه رو میبینین. به هیچ کس هم بدهکار نیستی. دل سرد میشه. عقلتو به کار بنداز. نماز جمعه هم که دیگه نمیای و افتادی به مشروب خوردن. بیا 2 رکعت نماز بخون. چیمن میاد خونه و خانواده‌اش متوجه میشن که چه اتفاقی بین اون و امیر افتاده. فاتح و باشاک سرزده میرن خونه آذرخش. باشاک میخواد از آذرخش عذرخواهی کنه بابت کار اون شبش. ولی آذرخش زرد رفتار میکنه و میگه فاتح وقتی زنگ زد فکر کردم که تنها میاد. فاتح عذرخواهی میکنه و میگه به خاطر اینکه تنها نباشه اومدم. باشاک شروع میکنه به توضیح دادن که حالا اون دوست پسر سابقمه و نتونسته ازدواج من و فاتح رو هضم کنه و اینجوری شده. چیمن میگه این مسائل خصوصی شما به ما ربطی نداره، ولی تو جشن کمال اتفاق بدی بود. باشاک میگه منم راجع به زندگیم به کسی جواب پس نمیدم، ولی چون توی جشن شما اتفاق افتاد الان اینجا هستم. سلماز خانم سعی میکنه میونه داری کنه و میگه اشکالی نداره، گذشت و عذرخواهی هم کردی. درسته آذرخش؟ آذرخش میگه والا چی بگم، شوهر سابق دخترم با زن جدیدش روبروم نشسته. آدم دیگه به همه چیز عادت میکنه. فاتح میخواد جو رو درست کنه ولی باشاک میگه بلند شو بریم. بعد از رفتنشون سبیلای خبر میاره که عمر بهم زنگ زد و گفته میخوام شب بیام بچه رو ببرم. توی مسیر باشاک به فاتح میگه نباید میرفتیم اونجا، به هر حال اون زن دخترش فوت کرده. فاتح میگه یکی از دوستام گیر داده که میخوان تو رو ببینن، امشب شام باید با من بیای بریم اونجا. باشاک میگه اشکالی نداره، بعدش هم تو میای با هم دیگه میریم خونه باغ و بابام رو میبینیم. الیف اومده خونه و داره جریاناتی که توی شرکت اتفاق افتاده رو برای مادرش تعریف میکنه و اصیلو به اسم کوچیک خطاب میکنه. سالکیم از اینکه دخترش انقدر راحت صحبت میکنه عصبانی میشه. فاتح و باشاک اومدن توی اتاق بچه و دارن با جمره بازی میکنن. نیلای میاد و به باشاک تیکه میندازه و یکم با هم کلکلشون میشه و فاتح و باشاک با هم میرن. عبدالله خان و سالکیم هم تو اتاقشون دارن راجع به باشاک و اتفاقاتی توی خونه افتاده صحبت میکنن و عبدالله خان یکم دلبری میکنه از زنش. آذرخش میذاره میره طبقه بالا که وقتی عمر میاد نبینتش. آسوده و اصیل یکم با هم راجع به آبدین گپ میزنن و آسوده میگه برو بیارش سر شام که با هم شام بخوریم. آبدین از عشق سوتاب ناراحته و اصیل یکم باهاش صحبت میکنه و بهش دلگرمی میده. آذرخش وقتی میاد پایین و عمر رو میبینه میگه چرا باز اینجا نشستی؟ چرا بلند نمیشی بری؟ عمر بچه رو میذاره تو بغل سلماز خانم و میگه من اومدم دوباره ازت عذرخواهی کنم. تو بیمارستانم که گفتم باید سر بچه همدیگه رو ببینی. من مادر رو فرستادم رفته خونه خودش و خودم از بچه نگهداری میکنم. سلماز خانم میگه ای بابا زن باردار رو کجا فرستادی رفته؟ آذرخش از این حرف مادرش عصبانی میشه و به عمر میگه یه پرستار درست حسابی بگیر مثل سابق میشیم. فاتح و باشاک رفتن به رستوران پیش دوستاشون و دارن شام میخورن. زن دوست فاتح میگه خدا دعا رو بیامرزه، ولی اخمو و سرد بود نتونستیم با هم دیگه گرم بگیریم. شوهرش میخواد ساکتش کنه ولی زن دوباره میگه فاتح هم واسه همین بهش خیانت کرد. فاتح عصبانی میشه و زن میگه چیه، من میخواستم یه هشدار بدم به باشاک. باشاک میگه ممنونم ازت ولی هشدار من لازم ندارم. زنای با اعتماد به نفس برای نگه داشتن یه مرد زور نمیزنن. دوست فاتح میگه ما بلند شیم بریم. فکر کنم که فضای خورده بد شد و ما بعداً مردونه ادامه میدیم. ولی باشاک میخواد به شامش ادامه بده و دسر سفارش میدن. اصیل آخر شب به آذرخش زنگ میزنه و برای فردا قرار میذاره. یه خانومی که دوست فاتح بوده میاد سر میزشون و باشاک بعد از رفتنش یکم حسادت میکنه. بعدم از بین حرفای فاتح متوجه میشه که فاتح خواب باشاکو میدیده. امیر برای خواهرش داره درد و دل میکنه که چه اتفاقی با چیمن افتاده و وقتی هم سالکین وارد میشه دوتایی سعی میکنن از این صحبت کنن که بهتر شد که جدا شدیم. فاتح و باشاک میرسن به خونه و وقتی که باشاک میخواد از پله ها بره بالا پاشنه کفشش گیر میکنه و میفته تو بغل فاتح و نزدیکه که همدیگه رو ببوسن، ولی خودشون رو جمع و جور میکنن و میرن بالا. صبح آذرخش خیلی خوشحاله که میخواد با اصیل قرار کاری داشته باشه و عمر هم کمال رو به خونه برمیگردونه. سر صبحونه خونه عبدالله خان سالکین به باشاک طعنه میزنه که باید دیشب خبر میدادیم که برای شام نمیاین. معلومه که تو خیلی راحت بزرگ شدی، تعطیلات جزیره‌های خلوت و اینجور چیزا، ولی ما به این چیزا عادت نداریم. باشاک دستشو میذاره رو دست فاتح و میگه من این مسئله رو با شوهرم حل کردم. نیلای میخواد بفهمه که میونه چیمن و امیر چطوره و
وقتی که میفهمه از هم جدا شدن و مسئله جداییشونم چیزایی بوده که نیلای لو داده، خودش رو جمع و جور میکنه. اصیل و آذرخش ما هم قرار گذاشتن و اصیل میگه میخوام یه برنامه‌ای بذارم که همه بیان از روابطشون و تجربه هاشون صحبت کنن. برنامه ما خوشگل بازی و اونجور چیزا نیست. یه صدای درست و قوی میخواد. تو هم از اون زنایی هستی که صدات شنیده شده. به مسائل فنی هم فکر نکن. من همه چیزو درست میکنم. فتحی میاد دم خونه نیلای و صداش میکنه و بهش میگه من نیاز به کار دارم. نیلای میگه تو از ما کلاهبرداری کردی، کتک کاری هم کردیم، الان چجوری من باید به تو اعتماد کنم؟ فتحی میگه مادرم خیلی مریضه و سعی میکنه نیلای رو قانع کنه. توی شرکت آبدین وقتی متوجه میشه که یوسف داره میره برای سوتاب کارای فروشگاهش رو انجام بده، عصبانی میشه و میاد توی اتاق حسیل و پیش خودش فکر کرده که حالا سوتاب دوباره یه آدم پولدار پیدا کرده و میخواد اونو تیغ بزنه. ولی اصیل بهش میگه وقتی یوسف داره براشون کار میکنه مشخصه که عبدالله خان پشت عروسش رو گرفته. تو هم که از سوتاب دست بر نمیداری. پس بهتری بری آژانس بازیگری و دست یه دختری رو بگیری و بری جلوی سوتاب تا اونم اینطوری حسادتش بشه و به تو برگرده. تو خونه عبدالله خان زنا توی پذیرایی نشستن و وقتی که الیف متوجه میشه که نورسما میخواد بره شرکت و با عموش صحبت کنه، بهش تیکه میندازه که نکنه تو میخوای بری برای دیدن اصیل، نکنه چیزی بین شما هست. 10-15 سالم که بینتون اختلافه. نورسما عصبانی میشه و با ترشرویی میگه ببین من به مادرت نگاه نمیکنم یه جوری باهات صحبت میکنم که دیگه نتونی از این حرفا بزنی. به چه مناسبتی همچین حرفی میزنی؟ به سالکی من میگه به دخترتون تذکر بدین. یوسف کارای مغازه رو انجام میده و وقتی نیلای با سوتاب تنها میشن به مادرش میگه که فتحی قرار بیاد باهاشون کار کنه و نیلای مجبورش کرده که دست رو قرآن بذاره و اونم قسم خورده که بهشون خیانت نکنه. وقتی فاتح نورسما رو توی شرکت میبینه بهش میگه نکنه تو اومدی اینجا با اصیل و اینا حرف بزنی. نورسما میگه تو داری حسودی منو میکنی؟ نه بابا، من اصلا اونو میبینم تنم مورمور میشه. تو که میدونی چه ضربه هایی به خانواده ما زده. اصیلم تمام حرفاشون رو میشنوه و ناراحت میشه. آبدین وقتی میاد توی اتاق اصیل میبینه که اصیل ناراحته و اصیل سر درد دلش باز میشه و میگه من به نورسما دل باختم. فکر کردم که یه چیزایی بینمون پیش میره. بعد از رفتن آبدینم به نورسما زنگ میزنه و با خوشرویی ازش میخواد که اگر وقت داره یه جایی بشینه که با همدیگه صحبت کنن. نورسما پیش خودش فکر میکنه که اصیل میخواد بهش پیشنهاد بده. حتما شروع میکنه به مرتب کردن خودش و روی زدن که بره به قرارشون برسه. آبدین دست تو دست یه دختری میره به مغازه سوتاب و به دختره میگه عشقم هر چیزی میخوای بردار، من حساب میکنم. سوتاب عصبانی میشه و شروع میکنه به دعوا کردن و چیزایی که نمیشکنن رو به سمت آبدین پرت میکنه. آبدین هم دست دختره رو میگیره و با هم میرن بیرون. بعد از رفتنشون سالکیم و الیف میان توی مغازه که کلی خرید کنن. اصیل میره سر قرار با نورسما و یکم از زیبایی نورسما و اینکه چه آرایش ملایمی کرده تعریف میکنه و محو تماشاش میشه. نورسما میگه گفتی که چیز مهمی میخوای بگی، به نظرم بگو. اصیل میگه خیلی چیزا گذشته، یکم میترسم بد برداشت بشه. نورسما میگه نه بابا چرت و پرت نگو، من تو رو میفهمم. اصیل ادامه میده که راستش خیلی وقته که تو دلم نگهش داشتم. من دلمو دادم. نورسما یکم خجالت میکشه و اصیل ادامه میده میشه بین من و الیفو درست کنی؟ آذرخش قربون صدقه بچهش میره و بچه رو بغل میکنه. همون موقع هم پدر و مادر اون بچه‌ای که توی بیمارستان گریه میکنه رفتن پیش دکتر و دکتر بهشون میگه گروه خونی شما به بچه‌تون نمیخوره. ممکنه زمانی که بچه‌تون توی مراقبت‌های ویژه بوده با بچه دیگه عوض شده باشه. در واقع قضیه اینطوریه که شاید کمال با اون بچه توی بیمارستان عوض شده باشه و اصلا بچه آذرخش و عمر نباشه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. به نظر شما عوض شدن بچه باعث میشه که عمر و آذرخش رابطه‌شون بهتر بشه یا سردتر بشن؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.